در قسمت افعال و صفات الله ادب کلام مراعات میکنیم. چه قسم میگیم؟ میگیم ید بلا کیف الله. ید به معنای دست است. از این خاطر ما ادب از اون مراعات میکنیم که ید الله فوق ایدی. انال ید الله فوق ایدیهم در قرآن آمد. ید چه قسم است؟ کیفیت شما نمیفهمیم. تشبیه نمیکنیم با دست مخلوق. این دست مخلوق است. تمثیل نمیگیم این قسم دست مخلوق است. تشبیه نمیکنیم. کیفیت چه بیانه؟ کیفیت هم بیان نمیکنیم. پس نه تمثیل میکنیم نه تشبیه میکنیم. تعطیل هم نمیکنیم بگیم نیست. نه ولی دست ید نمیگیم قدرت میگیم. اینجا باز تعطیل میشه، معطل قرار داده میشه. پس چی میکنیم؟ میگیم بله ید خالق آنچه که در قرآن آمده ما به او ایمان داریم، قبول داریم. چه قسم است؟ کیفیتش نمیفهمیم.